Быстрее, да, второй там где-то было. یک مخلص رادیوی آزادی نواری نجات زن و کودکی را از دریای کوبان به ما فرستاده است. این حادثه هفتم ایول در جمهوری ادیگه روسیه به وقوع پیوسته است. Вон. 4 مهاجر تاجیک یک کودک 7 ساله را با بیبی 50 سالش تلاش دارند نجات بدهند. Вот я кинул уже плот. مهاجران تاجیک به رادیو آزادی گفتند که صدای کودک را شنیده به امداد رسیدند. Подними. بیبی و نبیره نجات یافتند و پلیس آنها را برده است. Толкай его, да. مهاجران گفتند خوشبختانه آنها سری وقت آواز کودک را شنیدند وگرنه بیبی و نبیره به عاقبت حزن‌انگیز دچار می آمدند. Сейчас искусственное дыхание придется ей как-то делать.